آزاد کننده نیستم، آزاد کننده وجود ندارد. این مردمند که خود را آزاد میکنند. بگذار هرچه از دست میرود برود. من آن چیزی را میخواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را. انقلاب سیبی نیست که پس از رسیدن میافتد. ما باید به افتادن مجبورش کنیم. هرگز نمیتوانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم. رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست، بلکه بر هم زدن صف است. خواهم کوشید بی توجه به نتیجه نهایی در اعتقاد خود پایدار بمانم.